سلام به همگی، امیدوارم که عالی باشین. من رویا قاسم‌زاده هستم، روانشناس کودک و نوجوان. امروز در خدمت شما هستم با یک مفهوم خیلی مهم در تربیت، حالا مخصوصا در تربیت دموکراتیک، مفهوم برابری. وقتی از برابری صحبت میکنیم و این ایده رو مطرح میکنیم که همه انسان‌ها که شامل بچه‌ها هم میشه با هم برابر هستن، خیلی از بزرگترها گارد میگیرن که چطور ممکنه بچه‌ها با بزرگترها از نظر دانش و مهارت و خیلی چیزهای دیگه برابر باشن. اختلاف نظر برمیگرده به تعریف متفاوتی که از برابری وجود داره. اینکه ما تصور کنیم بچه‌ها به اندازه بزرگترها دانش دارن، تجربه دارن، علم دارن، مهارت دارن، خب این تصور کاملا اشتباه و غیر واقع بینانه‌ایه. منظور ما از برابری هم این نیست. این چیزی که شما شاید تصور کنید میشه همانندی. برابری به معنای این هستش که بچه‌ها هم حق دارن به اندازه بزرگترها احترام و ارزش دریافت کنن. یعنی اینکه ما تصور کنیم خب این بچه است، متوجه نمیشه، یا خدای نکرده حقیرتر در نظرش بگیریم، این اشتباهه. بچه‌ها به اندازه بزرگترها در دریافت ارزش و احترام محق هستند. ازتون خواهش میکنم که به این مفهوم خیلی ساده ولی بسیار مهم توجه کنین، بهش فکر کنین و تصور کنین که اگر این رو در تعاملتون با بچه‌ها در نظر بگیرین، چقدر بدرفتاری‌های بچه‌ها کاهش پیدا میکنه و چقدر شرایط روحی بچه‌ها بهبود پیدا میکنه. خیلی خیلی ممنونم از توجهتون. حتما نظرتون رو کامنت کنین که خیلی محترمه و دوست دارم که با شما در تعامل باشم.